در کتاب مقدس خدا به رعایت حقوق دیگران تأکید به سزایی داشته، چنانکه در متی باب 5 آیه 23 میگوید پس اگر نذری داری و میخواهی گوسفندی را در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن. آنگاه بیا و نذرت را به خدا تقدیم کن. در اینجا خدا بیشتر از حق خود که قربانی کردن برای اوست به حق دیگران سفارش کرده است و سپس میبینیم که خدا شریعت را به سخت‌ترین شکل ممکن اعلام میکند و وعده جهنم را به گناهکاران میدهد. در واقع خداوند میخواهد که همگان درست کردار باشیم، چنانکه در متی باب 5 آیه 29 میگوید پس اگر چشمی را که برایت اینقدر عزیز است اگر باعث می شود گناه کنی، آن را از حدقه درآور و دور افکن. بهتر است که بدنت ناقص باشد تا اینکه تمام وجودت به جهنم بیفتد. و سپس عیسی به بردباری و فروتنی در برابر دیگران سفارش می کند و در آیه 39 میگوید لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو سیلی زد دیگری را نیز به سوی او بگردان. و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذار. و هر کس تو را برای 1 مایل مجبور سازد 2 مایل همراه او برو. هر کس از تو سؤال کند بدو ببخش و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگردان. و در انتها میبینیم که خداوند سفارش میکند به دوستی و محبت یکسان به دیگران، چنانکه در آیه 43 میگوید شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن. اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید. بله دوستان، عیسی می‌فرماید وقتی این گونه رفتار کنید از فرزندان خدا خواهید بود. خداوند بر بالای صلیب رفت برای هر آن که به او ایمان آورد، چه درستکار و چه بدکردار. پس آن که ایمان آورد گناهانش بخشیده خواهد شد. پس وقتی ایماندار محسوب شدیم و فرزند خداوند به شما رفتیم، میبایست این گونه که پدر گفته رفتار کنیم، یعنی اول رعایت حقوق دیگران، سپس درستکار بودن و داشتن بردباری و فروتنی و در نهایت دوستی و محبت بین ایمانداران و دیگران. پس اگر این گونه رفتار کردیم زندگی جاوید نصیبمان می‌گردد. در غیر این صورت مجازات گناه مرگ است. و در نهایت خدا میگوید پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. برکات خداوند با شما.